تسک Summarize Group Discussion، خلاصه کردن بحث گروهی، ساختار، قوانین و استراتژی ها در آزمون پیتی آکادمیک. درود بر شما دوستان عزیزم، من حمید حمیدی هستم، مدرس، مشاور و کوچ آزمون پیتی. خیلی خوش آمدید به اپیزود شماره 10 از سریال The PT Exam from Task to Mastery، سریال آزمون پیتی از تسک تا تسلط. خب ما این سریال رو در واقع که بر اساس وبسایت پیرسون، طرح آزمون پیتی، کتاب The Official Guide to PT Academic و در نهایت کتابچه اسکور گاید، در واقع راهنمای نمره آزمون پیتی، در حال تهیه اون هستیم. قرار در این اپیزود شماره 10 بپردازیم به آخرین تسک از مهارت اسپیکینگ آزمون پیتی آکادمیک به نام SGD. در واقع البته در واقع تسک شماره 6 از مهارت اسپیکینگ آزمون پیتی. دو تا تسک به آزمون پیتی اضافه شد از مرداد امسال به نام، من میام رو جدول، تو آزمون پیتی کور ما این تسک ها رو نداریم و فقط در واقع مختص آزمون پیتی آکادمیک هست. دو تسک Summarize Group Discussion در واقع موضوع ویدیو امروز و تسک Respond to a Situation که در ویدیو قبلی در واقع شماره 9 ما بهش پرداختیم. این دوتا از تاریخ در واقع 16 مرداد برابر با 7 آگوست امسال به آزمون اضافه شدن. خب همونطور که داریم می‌بینید ما در تسک SGD و یا در واقع Summarize Group Discussion یا دو تا سوال داریم یا سه تا. خب و هر دو تا مهارت لیسنینگ و اسپیکینگ دارن تاثیر می‌پذیرن. اگه سه تا سوال باشه، سه تا 9 تا، هر سوال 3 نمره به لیسنینگ میده و نهایتاً 9 نمره. این تقریبا نزدیک 2.5 نمره هم حدوداً در هر سوال برای اسپیکینگ است. پس سه سوال جمعاً نزدیک به 8 نمره به اسپیکینگ من نمره کمک میکنه. اگه دو تا سوال بیاد خب 7 به لیسنینگ و 5 به اسپیکینگ. خب ما مثل همیشه وارد وبسایت ptsite.net میشیم برای در واقع دیدن محیط سوال SGD. ببینید یک تسک مونده به آخر هستش در 7 تسک اسپیکینگ آزمون پیتی آکادمیک. وقتی روش کلیک میکنیم وارد یه محیط میشیم که یه همچین شکل در واقع داره. Let's talk about artificial intelligence in the field. من اینجا استاپو میزنم. معمولا 3 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن. خود من صفحه کوچیک‌تر میکنم. معمولا 3 نفر دارن با هم صحبت میکنن. حالا یا 2 و یا 3 نفر دارن یه بحث گروهی انجام میدن. اغلب اوقات وایس ها 3 نفره هست. خب من دستورالعمل رو میخونم. میگه you will hear 3 people having a discussion. شما 3 نفر رو که دارن بحث میکنن میشنوید صداشون رو. When you hear the beep، وقتی بوق میخوره، summarize the whole discussion، کل بحثی که با هم داشتن رو خلاصه کن. پس ما اینجا قراره یه سامری و یه خلاصه در واقع از بحث داشته باشیم و در واقع عنوان خود بحث، عنوان خود تسک چیه؟ میگه summarize group discussion، خلاصه کن بحثی که این گروه در واقع با هم داشتن یا بحث گروهی رو. ما زمانی که وایس در واقع وقتی که این وایس، الان من چون که رو دکمه استاپ زدم وایس دیگه ادامه پیدا نکرد. خب ولی اگر استاپ رو نمی‌زدم، وقتی که مدت زمان وایس به پایان میرسه که برای این تمرین تقریبا 2 دقیقه بوده، 10 ثانیه به هم زمان داده میشه، فقط 10 ثانیه. پس وقتی وایس به پایان میرسه 10 ثانیه به هم زمان داده میشه to prepare، برای اینکه آماده شم و تمرین بکنم. و پس از اون بوق میخوره. خب پس از اون بوق میخوره and 2 minutes to give your response. پس من 2 دقیقه زمان دارم که پاسخ خودم رو ارائه بدم. پس چی شد؟ کار من شامل 3 تا بخشه. یک وایس از یک در واقع بحث گروهی 3 نفره داره پخش میشه. وقتی به پایان رسید به هم 10 ثانیه برای تامین داده میشه و پس از اون بوق میخوره و 2 دقیقه برای ارائه پاسخ. حالا ببخشید. خب ما اینجا باید چه کار کنیم؟ دفترچه‌ای که در واقع در سنتر آزمون به شما داده میشه، حالا من در ویدیوهای قبلی در ویدیوهای بعدی بهتون این دفترچه رو نشون خواهم داد و در واقع شما به طور کامل با دفترچه و با اون روان‌نویس هم باهاش آشنا میشید. خب ببینید ما بایستی همون صفحه‌ای که می‌خوام یادداشت برداری بکنیم رو با 2 تا خط به 3 قسمت تقسیم بکنیم. مثلا فرض می‌کنیم حالا من وارد فایل ورد میشم که در واقع بتونم به شما اینو نشون بدم. اگر فرض می‌کنیم اگر فرض بکنیم این بخواد دفترچه شما باشه، شما اونو به 3 قسمت تقسیم می‌کنید. وقتی که این 3 نفر دارن صحبت می‌کنن، بعضی وقتا مثلا ممکنه 3 تا آقا باشن یا 3 تا خانم یا 2 تا خانم یا آقا یا 2 تا آقا یا خانم، ما نمیدونیم. بایستی با توجه به
تفاوت‌های صدای اونها تشخیص بدیم کی داره صحبت میکنه. وقتی که در واقع مثلا بخوان فرض میکنیم 3 تا خانم باشن یا 3 تا آقا، فقط اون تفاوت‌های بین اسپیچ فیچرز، ویژگی‌های گفتاریشون هست که ما کمک میکنه بتونیم کلمات درست یادداشت برداری بکنیم. با این پیش‌فرض که این ستون مال اسپیکر 1 هست، این ستون اسپیکر 2 و این ستون اسپیکر 3 هست، به ترتیب در واقع سخنور 1، 2 و 3 هر کدوم که دارن صحبت میکنن کلماتشو اینجا مینویسیم. وقتی که نفر دوم شروع کرد به صحبت، یه بحث گروهی دیگه وارد ستون 2 میشیم، اینجا داریم یادداشت میکنیم. نفر سوم که صحبت کرد اینجا. بعد از اون دیگه معلوم نیست کی بخواد صحبت کنه، ممکنه برگرده به نفر دوم، ممکنه بره در واقع سراغ نفر اول. پس ما باید حواسمون باشه که کدوم دارن صحبت ادامه میدن و در ستون خودشون کلماتشون رو بنویسیم. ممکنه نفر اول و دوم صحبت کنن، دوباره نفر اول برگرده و پس از اون نفر سوم و بعد نفر دوم. پس من هی باید در حال جابجایی برای نوشتن ایده های هر نفر به عنوان در واقع به اصطلاح مین ایده و امپورتنت دیتیلز از صحبتاشون در این ستون‌ها باشن. بخش فوق‌العاده سخت و چالشیه و واقعا سطح لسنینگ بالا و در واقع سرعت یادداشت برداری بالا نیاز داره و خیلی هم نیاز به تمرین داره. فوق‌العاده تمرین زیاد نیاز داره و بدون شک و تردید بایستی تمپلیت رو به شکل خیلی قوی حفظ بکنید. خب حالا ما چه تمپلیت داریم؟ من 2 تا تمپلیت در واقع طراحی کردم برای این قسمت. Summarize Group Discussion SGD Template by حمید حمیدی. این تمپلیت رو در واقع خودم طراحی کردم. اگر شما با توجه به هدف مهاجرتیتون بین 30 تا 50 در آزمون PT باید کسب بکنید و یا در واقع level PTE 50 plus، در واقع برای نمرات بالای 50 شما از این تمپلیت استفاده میکنید. بنابراین اگه در ستون اول اون کلماتی که در واقع نوشتید رو جلو این جمله قرار بدید، on the one hand one speaker said، کلمات نوشته شده از ستون 2 رو جلو جمله بعد on the other hand another speaker mentioned، اسپیکر شما ببینید speaker two's view، دیدگاه نفر دوم. هر آنچه کلمه که از در واقع در حین پخش وایس از به اصطلاح the second speaker از سخنور شماره 2 یادداشت برداری کردن اینجا قرار بدید و پس از اون هم the third speaker سخنور سوم که کلماتش در ستون شماره 3 هست رو باید کلماتش رو مثلا فرض می‌کنم با یه کاما که بین اونها هست جلوی این جمله in addition some participants talked about و اینجا قرار میدید. خب حالا جمله اول آخر چیه؟ The group discussed the topic of، ما میگیم گروه در واقع موضوع فلان رو صحبت کرد. مثلا the group discussed the topic of artificial intelligence، مثلا گروه بحث کرد موضوع هوش مصنوعی رو. از یک طرف یک سخنور گفت فلان و فلان، از طرف دیگه سخنور دیگری ذکر نمود فلان و فلان رو. به علاوه برخی شرکت کنندگان گفتند یا در واقع به اصطلاح صحبت کردن راجع به و حالا نکات اسپیکر سوم. In conclusion the discussion reflected different opinions on، یعنی در پایان اون بحث گفتگو منعکس کرد حوزه‌های در واقع میخوام به اصطلاح نقطه نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی رو در خصوص تاپیک، شما اینجا باید تاپیک رو قرار بدید، on artificial intelligence، مثلا در خصوص هوش مصنوعی. پس همون کلمه که جلو جمله اول هست میاد اینجا، بتونید تغییرش بدید بهتره چون در نمرتون موثره. ما کانتنتمون میره بر لسنینگ، هر چقدر کی پوینت هم طولانی‌تر با جزئیات بیشتر باشه لسنینگ نمره بهتر میگیره، ولی در کل فلوئنسی و پرونانسیشن فقط میره برای اسپیکینگ. پس در این جدول که گفتم در واقع SGD داره به 2 مهارت لسنینگ و اسپیکینگ داره نمره میده، در واقع این 5 نمره یعنی در واقع 2.5 نمره هر سوال که برای اسپیکینگ در واقع داره میره شامل فلوئنسی و پرونانسیشن و 3.5 نمره لسنینگ کلا به کانتنت من داره تعلق میگیره. اگر شما هر چقدر ساده صحبت بکنید نمره لسنینگ داره کاهش میدید، هر چقدر سطح بالاتر و با پرافریز های بیشتر در واقع در قالب لغات خودتون و کی پوینت های بیشتر و دقیق تری رو از هر اسپیکر که اونا رو در این 3 تا ستون نوشتید بیان بکنید، نمره لیسنینگ قوی تری میگیرید. خب پس بنابراین یادتون باشه بایستی 2 تا تمپلیت رو باید حفظ بکنید. حالا البته با توجه به نمره شما یکیشو در واقع نیاز دارید. اگر در واقع این تمپلیت رو نیاز داشتید، حتما زمانی که در واقع من در خلال توضیحاتم رسیدم به اینها فیلمو قطع بکنید، جملات رو بنویسید رو کاغذ که با اون تمپلیت حفظ بکنید. اگر نه برای من در قسمت کامنت پیغام بفرستید تا براتون تمپلیت رو ارسال بکنم، یعنی در واقع کل متن رو براتون کپی پیست بکنم که دیگه نخواهید در واقع اون حالا از فیلم با یادداشت بردارید حالا اشتباهی چیزی باشه کلمه جا بیفته.
خب ما در این ویدیو که در واقع آخرین تسک اسپیکینگ رو با هم صحبت کردیم، البته حالا به لحاظ محل قرارگیری یکی مونده به آخر هست در آزمون پیدا کنیم، ولی دیگه آخرین تسکی هست که ما در واقع در مهارت اسپیکینگ داریم صحبت میکنیم و بعد از اون دیگه وارد مهارت رایتینگ میشیم. خب خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه از ویدیو به همراه من بودید و با هم دیگه تسک SGD رو صحبت کردیم، نمرات اون، تعداد سوالات، اینکه در کدوم آزمون هست و در واقع تمپلیتش چیه، چقدر باید صحبت بکنیم، چقدر در واقع زمان برای تمرین داریم و وارد محیط سوال شدیم. اگه سوال چیزی داشتید، چون می‌دونم این بخش خیلی چالشیه و واقعا بخش دشواریه، اگه در واقع نمونه سوالی داشتید خواستید که من براتون بررسی بکنم، با توجه به آدرس کانال تلگرام تمرینیم که در کانال یوتیوب هم هست، وارد گروه تمرینم بشید، سوال در واقع و اون پاسخ‌های SGD خودتون برای من بفرستید یا SGD های توی کانال تلگرام منو حل بکنید، توی گروه قرار بدید تا من براتون در واقع اون فیدبک‌های حرفه‌ای و در واقع بر مبنای اسکور گاید آزمون PT رو قرار بدم. بسیار خب، تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با امید دیدار.